سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در جاده ماسال به شاندرمن و رانندگی در شهر شاندرمن. امروز شنبه 20 مرداد ماه و ساعت حدود 11 صبح. این ولاگ در ادامه ولاگ رانندگی از رشت به ماسال، رانندگی در شهر ماسال و گردش در شنبه بازار ماسال که یکی از جذابترین و زیباترین بازارهای محلی استان گیلان محسوب میشه. لینک این ولاگ ها رو که هفته پیش در کانال قرار دادیم براتون در قسمت توضیحات این ویدیو در دسترس شما عزیزان قرار دادم. شهر شاندرمن جزء بخش شاندرمن شهرستان ماسال در غرب گیلانه که با شهر ماسال حدود 5 کیلومتر و با شهر رشت یعنی مرکز استان گیلان حدود 56 کیلومتر فاصله داره. پنجشنبه بازار شاندرمن هم یکی از پر رونق‌ترین بازارهای هفتگی گیلان محسوب میشه. شاندرمن در همسایگی پونل، خلخال اردبیل، سوم سرا و رضوانشهر قرار داره. ییلاقات شاندرمن یکی از جذابترین و زیباترین ییلاقات و جنگل‌های استان هم محسوب میشه. غار آویشو، ییلاق آلنزه، آبشار ویوز از جاهای دیدنی این شهر محسوب میشه. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.